دوستان سلام. آقا نگفتم این خوشحالی آخوندا از فاجعه پاریس یه نقابه؟ نگفتم پشت این نقاب 600 کیلو ترس و وحشت و آه و ناله پنهون شده؟ حالا 2 روز نگذشته نقاب کنار رفت و ترس ولایت برملا شد. ببینید، به نظر میرسه در اولین احتمال که در واقع ما فقط در واقع احتمالات رو بررسی میکنیم این باشه که 14 در واقع نوامبر نوعی حادثه 11 سپتامبر باشه با اهدافی خاص، یعنی در واقع یک موج جدید اسلام هراسی. رفقا دقت کردی؟ ساندویچی آخوندا جدیدن تعطیل شده. منظورم اینه که دیگه حرفاشون و لای چیزای قلمبه سلمبه نمیپیچونن. یعنی کار به قدری بالا گرفته که خیلی رو میگن آقا آژی رو به صدا در بیارید که موج تو راهه. اسلام ولی فقیه یا همون بنیادگرای لعنتی زیر ضربه. تازه این که چیزی نیست، یه مطلب دیگه هم میتونه وجود داشته باشه. اما یه مطلب دیگه که میتونه وجود داشته باشه که سناریو البته شاید خیلی قوی نباشه، اینه که در واقع معادله میدانی رو و در میدان سیاسی رو در جبهه سوریه بعد از این کنفرانس وین علیه در واقع به نفع جبهه عربی غربی به هم بزنه. خیلی قوی نباشه چیه؟ میخوای اینجوری سر بسیجی ها رو شیره بمالی؟ نه بابا، کار از این حرفا گذشته. اتفاقا قوی ترین سناریو همینه که گفتی. دیگه بحث عراق و سوریه و ایران نیست، بحث اروپاست، بحث آمریکاست. اینجا همون جایی که اگه نجنبن و معادله آخوندی رو به هم نزنن کلاشون پس معرکه است. بله، بیم آن می رود که بعد از این حادثه حتی کشورهای منطقه چون ایران در دور جدیدی از اتهامات قرار گرفته و شرایط دیگری پدید بیاید. منظورت از شرایط دیگری که بیم آن می رود پدید بیاید چیه؟ منظورت همون شرایطی که توش عمامه خامنه‌ای به فنا میره؟ منظورت همون وضعیتی که توش عمق استراتژیک نظام درب و داغون بشه؟ آیا این مسئله قرار است بهانه‌ای شود تا دولت فرانسه از پس چندین سال جنگ نیابتی در منطقه این بار علنا پا به میدان مثلا مبارزه با تروریسم بگذارد؟ اینو از کی داری میپرسی؟ اگه از من داری میپرسی جواب موشکاف اینه که دولت فرانسه رو نمیدونم، اما اینطور که بوش میاد قضیه داره خیلی جدی میشه. قضیه هم که جدی بشه دیگه جدی میشه دیگه. یعنی دیر یا زود دکون جنگ نیابتی تخته میشه و کار از موج و این حرفا میکشه به طوفان. طوفان اصلی کجاست؟ طوفان اصلی تو تهرانه. طوفان آفرینا هم همگی حاضر به یراقن. برو که رفتیم.